بر همه ایتان خجسته و فرخنده باد. دوستان عزیز، ما بسیار خوشحالیم که امروز شاهد برگزاری دومین سال این محفل باشکوه و مناسبت این روز فرخنده در شهر زیبای مالمو است. همچنان سپاس ویژه دارم از مهمانان ارجمند این محفل، استاد گرانقدر ما استاد بختیاری گرامی، استاد و نویسنده خوشنام جامعه ما آقای علی امیری، دانشجوی مقطع دکترای روانشناسی از شهر زورتان بخیر. ما زیاد خوشحال هستیم که به جمع هموطنان عزیز خودتون در یک روز بسیار مبارک و میمون، روز تجلیل از فرهنگ هزارگی. البته من خیلی پیش از اینکه ما صحبت‌های خود شروع کنیم در قسمت واژه هزاره غلط است، به خاطر از اینکه انسان‌ها مخصوصا مثلا در نظر بگیریم زبان فارسی را، زبان دری را، از زمانی که به این صورت هست اقوام بسیار سابقه‌ای در افغانستان وجود داشته که یک از اونها هزاره هاست. ممکن است در اون زمان چیز دیگه‌ای برشان میگفتند، کلمه شبیه‌تر به هزاره بوده یا حتی یک کلمه دیگر بوده، ولی مهم نیست که اسناد تاریخی و قومشناسی و جغرافیایی قوی وجود داره که خیلی قوی‌تر از مفاهیم زبانی است، مثل نام یک قوم یا مثل مثلا یک کلمه چه معنا داره. نام من علی امیری است. من 3 سال میشه که در سویدن هستم، فعلا در دانشگاه لینشوپینگ دکترای ما پیش میبرم در روانشناسی کلینیکی. پیش از آمدن به سویدن من در دانشگاه کابل استاد بودم در رشته روانشناسی در فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی. پیش از اینکه همین تغییرات سیاسی آمد ما استخدام بودم در دانشگاه و بعدم یک مدتی هم با رژیم جدید کار کردیم. بعد ما برای 1 سال اول آمدم دانشگاه استکهلم، برای من استاد همکار اونجا 1 سال کار کردم و بعدم تصمیم گرفتیم که دکترا بخونم. فعلا در دانشگاه لینشوپینگ هستم. بعد در افغانستان ما در هزارجات کلان شدیم. ما اصالتا پدر و پدرکلان‌های ما در بیسود زندگی میکنن. انتظار در ایران میخوام اینا رو برسان در مورد انتظار دور چشمانم براحت بیایی سر و جانم فدایت بیایی سر و جانم فدایت بیایی
تقدیم نماییم. من شکلا احمدی هستم و بسیار خوشحالم که در این روز فرهنگی با شما عزیزان همراه هستم. فرهنگ ساختار نامرئی اما بنیادین یک جامعه است. از زبان گرفته تا آداب، از هنر تا ارزش‌ها، همه بخش‌هایی از فرهنگ‌اند. فرهنگ ما همچون قالین هزارستان از هزار رنگ و نخ تنیده شده و در تار و پود آن صدای دوتار پنهان است. فرهنگ هزاره از دل تاریخ کهن بامیان ما با امید بقا یافته است. ما صاحب نوروزهای پرشور، شب‌های پر از نغمه‌های دوتار، جشن‌های عروسی با لباس‌های رنگین و داستان‌هایی هستیم که از دل تاریخ عبور کرده‌اند تا به ما برسند. ما میراثدار سفره‌های ساده اما پر محبت هستیم. فرهنگ ما فرهنگی از عشق و احترام، میهمان نوازی و سخت‌کوشی است. اگر طرف راست گفت مثلا گفت که جفت که مو برا اگر طرف گفت امو پس خسته که نموش داد مایا او باید مرا میگه بود که مگفتی طرف یا جفت ناخن خود بیزد دبله دیست طرف لالا گلی سنگی هزاره گلی لالا گلی سنگی هزاره میانی واژه های کلی دنیا و شکوه و عزت و ننگی هزاره شکوه و عزت و ننگی هزاره آقای پیمان دعوت میکنیم که در قسمت اهدای تقدیرنامه با ما همکار باشن. از استاد هم دعوت میکنیم آقای امیری در جایگاه تشریف بیارن. خانم شهر اگر هستیم شما میکنم شما؟ شما نه بیشتر شما خانم نظرت من شما نمیدونم اوکی به نظر خسته شده نه؟ از آقای دیدار قایمی خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف دارن و تقدیرنامه از طرف ستاد برشان در نظر گرفته شده تقدیم شد. من بسیار زیاد افتخار دارم که من خود در جمع برادرها و خواهرای هزاره خود میبینم و در قدم دوم من شخصا از آقای دیدار شناخت کم و بیش 20 سال دارم و من بیان دارم که در شب و روز آقای دیدار واقعا اگر بخوایم تقدیر کنیم از آقای شیخ و آقای دیدار یعنی باید ما یک محفلات بزرگ و مفشلی را بگیریم که از این بزرگوارا بتونیم واقعا از خدمتایی که من شب و روز به نسبای شو به افغانا و برادرای هزاره و برادرایی که نو داخل سیودان میشدن هیچ چیز نمیفهمیدن کجا برن چی کنن با کدام در دروازه بزنن. ما آقای دیدار ما قلبا از پیش خوش هستم، الله پاک از پیش خوش باشه و من بسیار افتخار دارم که لب تقدیر امروز ما با دستای خود برش میتونم. حالا مهناز بیدی یکی از فعالین جامعه ما و یکی از
دخترای بسیار پرتلاش و فعال ما هستند. بفرمایید استاد حبیب پیمان بخونید که این تقریرنامه را من به ایشان تقدیم کنم. آقای پیمان یکی از کسایی هستند که در جامعه هزاره بسیار فعالیت‌های زیاد و چشمگیر انجام دارد. جا دارد که تشویق کنید ایشان. از خانم شکیلا احمدی دعوت میشن که به جایگاه تشریف بیارن. تشریف کنند دوستان. بفرمایید. تشکر از شما. خانم میتونید تشکر کنید. آقای اسمت الله رمضانی یک از حامیای مالی برنامه هستند. تشویق کنیم که زیاد کنند. از خانمشان میخواهیم که این تقدیرنامه را به ایشان ببرند. بفرمایید. خانم شهناز عزیزی. تشکر.